الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آغاز صحبت یک جایه با شما دستی به دعا می برداریم و دعا می کنیم و دعا را چنان انجام می دهیم که چگونه حبیب خدا می گوید یقین شمارنده باشید که دعای شما را خدای مهربان می شنود و دعای شما را خداوند قبول می گرداند. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. پروردگارا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا ایمان ما را با سلامت نگه بداری. خدای مهربان هر مراد هر مطلوبی که در دل این قوم و جمع ما هست اگر نیک باشند خدایا برآورده بگردانی و خدایا این جمهوری ما را از هر گونه ضررهای درونی و بیرونی نجات دهی و در دل این مردم ما مهر و محبت ذات خودت را، پیغمبرت را، اسلامت را و این وطن را خدایا جایگیر بگردانی و خدایا رهبر دولت ما را عمر دراز و توفیق با رفیق نصیب و روزی بگردانی و در هر یک عملهای نیک آبادانیهای نیکی که در پیش دارد خدایا موفقش بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته ما و شما در اطراف موعظه داشتیم فضیلت خیر و احسان در باب صدقه. مهمون را بیاریم. در باب فضیلت خیر احسان صحبت داشتیم و ما و شما این موعظه را انجام داده نتوانستیم. انشاءالله این جمعه خدا خواسته باشد به این موضوع خاتمه می بخشیم. ما و شما تا جای آمدیم که یک طلبنده یک سائل به نزد یک خانه حاضر شد تا که آن حاجتی که داشت حاجتش برآورده شود و اینجا صحبت ما و شما خاتمه یافت. پیش از آنه که این حکایه را از نظم‌های مولوی جلال الدین رومی شروع کنم، اولا از همه شما جوانای عزیز، پدرای مهربان یک خواهش دارم که حدیث حضرت جابر
رضی الله عنه روایت میکند قال النبی صلی الله علیه و سلم من اکل الثوم والبصل فلیعتزلنا. پیغمبر خدا گفتن هر کسی که اگر خورنده سیر باشد یا کسی که اگر از پیاز چیزی خورده باشد یا از دیگر نمودی طعامهای استفاده برده باشد که بدن او را بویناک کرده باشد فلیعتزلنا، از نزد ما دور شود. او فلیعتزل مسجدنا، روایت دیگر این است که از مسجد ما بیرون شود. یعنی وقتی که انسان از این طعامها که استفاده میبرد بدن او بویناک می شود. مقصد من چی است؟ امروز ما و شما روی به یک فصل نو، بهار، تابستان روی آوردیم. فصلی هست که البته گرم است، وجود ما و شما عرق آلود می شود، لباس های ما و شما بویناک می شود. از این خاطر در این روز جمعه از همه شما برادرای عزیز خواهش ما این است که لباس های زیبا پوشین، لباس های پاکیزه تان پوشین، بدن هاتون خوشبوی کنین و در روز جمعه یقین دانین که شستن بدن این خون سنت است که پیش از آمدن جمعه باید که بدن هاتون شما شسته کنین. در روایت مسلم، امام مسلم در صحیح خود میگوید فلا یقربن مسجدنا. حبیب خدا گفتند که کسی که اگر از طعامهایی که بدبوی است، چی دهان او را بدبوی میکند چی بدن او را بدبوی میکند، فلا یقربن مسجدنا، اصلا به مسجد ما نزدیک نشود. تا این اندازه حبیب خدا تاکید کردند. فإن الملائکه تتعظ مما یتعظ منه بنو آدم، زیرا حبیب خدا گفتند ملائکه ها آزار می‌یابند از آن چیزی که فرزند آدم آزار می‌یابد. این اگر در پهلوی ما و شما یک نفر نشیند که چه از لباس بویناک داشته باشد، چه از طعامهای بویناک استفاده برده باشد، پیغمبر فرمودند ملائکه ها آزار می‌یابند چگونه که برادری که در پهلوی تو است از تو آزار یافت. در این روزهای گرمی برادرای عزیز می توانید که شما لباسهای پشمین نپوشین، لباسهای زیاد نپوشین و پیش از آمدن بدنهاتون تازه شوین، با صابونها شوین. همون جوربهای بویناکی که در پای ما و شما داریم اونها را دور اندازیم، زیرا پیش از آمدن شما ما این مسجد خیلی پاکیزه میکنن، گرد و چنگی را میگیرن، تازه میکنن به خاطر که شما آزار نیابید. یکی وقتی شما آمدید و باز به همون جوربهای بویناک و بدنهای بویناک اگر بالای این جای نمازها که نشستین، شما برادر مسلمانتان آزار میدهین. دیگر شما از این ثواب نماز جمعه چیزی را برخوردار نمیشوید. حتی حضرت عمر بالای خطبه می برآمدند و در خطبهشان گفتند که دیدم پیغمبر خدا را که در مسجد نفری بود که بدنش بوی میکرد، از مسجد بیرون کرد و برای او گفت هر وقتایی که سیر میخوری یا پیاز میخوری در حالت پخته بخور، یعنی در حالت خام نخور که اینها بوی بد پیدا میکنند. اینها حلال هستند، لیکن زمان به مسجد آمدن اینها را گفتن استفاده نبرین که البته بدنهای شما بویناک می شود. من در اساس این حدیث اینا گفتنی هستم که یعنی شرط از خوردن پیاز و سیر نیست، بلکه بدنهای شما هم اگر ناشسته ماند بوی پیدا می کند. حتی مختصر عباره های مختصر موجود و فی ثیاب البزلتی، اگر در لباس چرکین شما نماز خوانین نمازتان مکروه است گفتن. حتی صاحب مختصر میگوید برای همین روز جمعه روز عید است، سردار روزهای هفته است. این روز شما چگونه که یک بازار و یک خانه خیش تبار می روین لباس های بهترین می پوشین، برای این روز هم باید لباس بهترین داشته باشید.
حتی بدنهاتون هم که شستین همون لباسهای چرکینه که با اگر گشته و پوشیدین الکی شما باز همون بوی بدنتون دور نمی شود. وقتی غسل کردید، وقتی آبازی که کردید، باز لباسهای نو از بالای او پوشید و به نماز جمعه بیایید. این حالت انشاءالله شما ثواب خیلی زیاد میگیرید. حضرت ابن عباس از سخنش یادم آمد و میگوید اتزینوا لامرأتی کما تتزین لی هی لی. حتی من در جایگاه خواب میگفت، ابن عباس میگفت خوشبویی میکردم. چگونه ای که زن من برای من خوشبویی میکرد، خودش آراسته میکرد، من هم برای زنم خود خوشبویی میکردم، آراسته میکردیم و با یکدیگر در جایگاه خواب میدر آمدیم. ببین امروز مردها شاید که خودشان خوشبویی نکنن در جایگاه خواب، لیکن از زنها طلب کنن که خوشبویی کن، خودت زیب و زینت بده. چگونه ای که حسن بصری روایت دارد توضعت و تجملت. زنهای دورای صحابه ها وضو میکردند و طهارت میکردند، خوشبویی میکردند پیش از آنی که در پهلوی شوهرش خواب کنند. باید مردها هم، ابن عباس این مفسر است، میگوید من هم خود خوشبویی میکردم، خود زیب و زینت میدادم، بعدا در پهلوی همسری خودم خواب میکردم. همین خوشبویی را یا حکمت من نگاه کردم، خوشبویی حتی شهوت هم بیدار میکرده است. یعنی وقتی که همین زنی که خوشبو در پهلوت باشد یا مردی که اگر خوشبوی باشد زن لذت میبرد، اگر زن خوشبوی باشد مرد لذت میبرد. حتی از خوشبویی، او روز یک برادر گفت که حتی همین جن هم از بوی خوش میگریخته است. جن و شیطان از بوی خوش انسان میگریخته است. در یک حدیثی دیگر نگاه کردم، حبیب خدا گفتن کسی اگر طعام میخورد و دستهاش نمیشوید و در جاگه خواب کرد، سحر در هر بیماری که دوچار شد خودش ملامت کند، زیرا جنها بوی روغن چیکار میکنن؟ جستجو میکنن. یعنی تا این اندازه معلم ما و شما برای ما و شما چی دستورهای خوبی دادن. باید از این پاکیزگی ها ما و شما استفاده بریم، انشاءالله ثواب خیلی زائد میگیریم. سائل آمد به سوی خانه موعظه ما و شما همینجا انجام یافت. خشکنانه خواست یا ترنانه؟ جلال الدین رومی را خدا رحمت کند در مثنویش ایجادیات دارد. یک تلبنده به نزد یک خانه آمد که خانه را من جمعه پیشین وصف کردم که یک خانه که قریب در 15 سال و 20 سال تیار شده است، خیلی به مبلغ کلان، آشیانه های بلند، خیلی یک انسان در تعجب می آوردگی خانه بود. آمد نزد این خانه، این سائل، این تلبنده به امید آمد که این گونه خانه خیلی زیبا دارد، البته شاید که همت این مردم خیلی بلند باشد. چی میداند که این صاحب خانه که اینقدر خانه زیبا دارد، اینقدر خانه پر قیمت دارد، لیکن یک ذره همت ندارد. از اینش اون سائل، آن تلبنده درکدار نبود. گفتی همون شاعر که دولت را فیل بردارد میانش بشکند. دولت داره که اگر فیل بردارد میانش بشکند، همت را پشت هندوستان برد. دولت داره که میان فیل میشکند، لیکن همت نداری، همت تو را پشت هندوستان برد. اینقدر به همت هستی. همین صاحب خانه بیچاره از طایفه همون به همت ها بوده است. سائل در آمد، دروازه را کشادند، گفت نان تر است، نان خشک است، داری یا نداری؟ این بای، این صاحب خانه بسیار یک جای براحت، یک کتی خیلی قیمت، بالشت های خیلی از همون پرهایی که خیلی قیمت است در زیر کش دراز کشیدگی. خشکنانه خواست یا ترنانه؟ گفت صاحب خانه این جانان کجاست؟ خیره ای
که این دکان نان باز؟ گفت خشک نانه خواست یا تر نانه. آدم بای مست از همون بایهای بی انصاف در حال مطلع آورد. گفت اینجا گفت نان بای خانه است که من تو را نان میدهم. گفت بار اندک پی هم بیا. گفت آخر نیست دکانی قصاب. بیچاره از نان امیدش کنده شد، نان نداد. گفت مبادای نان ندادی همین یک پاره روغن گاو نداری؟ گفت صاحب خانه چی گفت؟ گفت اینجا گفت دکان قصاب است، گفت که من برای تو روغن میدهم. گفت پاره آرد ای کت خدا. گفت پینداری که هست این آسیا. گفت مبادای خیلی نان نبوده است، روغن نبوده است، خواه یک مشت آردم ده. گفت چی پینداری گمان میکنی که اینجا آسیاب است؟ گفت آردد میتون. گو اندک آب ده از مکرعه. مکرعه گفته مشک آب میگن. نگاه کتی بالای سری همون بایده یک مشک آب است. گو خیلی یک پیاله آبم بته. گفت هست جو یا مشرعه. گفت اینجا من دریا ندارم، اینجا یگان جو یگان بحر نیست که من برای تو آب دهم. نان گفت نداد. روغن گفت اینجا دکان قصاب خانه است. آرد گفت اینجا آسیاب است. آب گفت اینجا دریا هست، جوی است. هرچی آن درخواست از نان و سبوس، چربه که می گفت و می کردی فسوس. میگد این سائل، این طلبنده هر چیزی که می پرسید آدم بای در حال یک چربک می گفت. چربه گفته یک مطل می آورد. گدا خیلی گدای دانا بود و این معامله‌ای که الحال گدا نسبت این بای کرد، این برای تمام آدمانی که سخی نیستند، برای تمام آن بایهایی که دری بسته دارند، دست فقیرها و بیچاره ها را نمیگیرند، یک عبرت است. گفتی حضرت مولوی رومی شعر من شعر نیست اقلیم است، حزل من حزل نیست تعلیم است. من هر حزلی که میکنم شما را حزل نشمارین، این تعلیم است برای همه شما. آن گدا در رفت و دامن برکشید. بعد در بین حولی چیکار کرد گدا؟ آن گدا در رفت و دامن برکشید، تا در آن خانه به حسبت خواست ریست. اد گدا نامه چید، آمد بین همون حولی در پیش همون کتی که بای داشت، دامنش بالا کرد و همونجا خچه فارغ کردن گرفت. چگونه که در حاجت خانه می نشینی. گفت هی هی تنزم ای دیجم، تا در این ویرانه خود فارغ کنم. بعد وقتی که اون نشست میگد حاجت چکی شکستن گرفت، این بای دید این احواله، گفت هی هی هی، گفت این چی عمل است تو کردی؟ شرم نکردی؟ گفت تو هی هی کردن بگیر. من که در این ویرانه، گفت این خانه نیست، گفت این یک ویرانه بوده است، در همین ویرانه گفت یک حاجت شکنم. چون در این جا نیست وجه زیستن، بر چنین خانه بباید ریستن. اینجا گفت وجه زیستن نبوده است، اینجا نان نبوده است، اینجا آب نبوده است، اینجا روغن نبوده است، اینجا آرد نبوده است، این خانه نبوده است، این حاجت خانه بوده است. از این خاطر من همجا خود فارغ کنم. و گدا خیلی گدای دانا. شاید این گدا
از گداهای باشد که پیغمبر خدا در حدیث ها برای ما و شما اینها را یاد کردند. اگر سوره والضحی خوانه ما و شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما السائل فلا تنهر، خدا میگوید وقتی طلبنده های در خانه شما که وارد شدند فلا تنهر، شما بالای اونها داد و آواز بلند نکنید، اونها را از نزد دروازه خود نرانید و هر گونه صحبت های وزنین بالای اونها روا نبینید. زیرا حبیب خدا میگوید رد السائل ببذل یسیر او رد جمیل فانه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا میگوید بسیاری طلبنده های هستند که وقتی نزد خانه شما آمدن آنها را شما اگر چیزی نداشته باشین با کلمه خوب جواب گویید و اگر چیزی داشته باشید به آنها تسلیم کنید. زیرا بسیاری از طلبنده های هست گفت پیغمبر که آنها نه انسان هستند و نه جن هستند، بلکه آنها میآیند شما را میسنجند در آن مالی که شما دارید. یعنی آنها از جمله ملائکه ها هستند، برای سنجش بنده های خدا میآیند، کنی نظر میکنند که بنده های خدا با آنها چگونه معامله میکرده باشند. بعضی از آنها با این مقصد میآیند که در ریاض الصالحین یک قصه را ابو هریره از نام پیغمبر خدا حکایه میکند که دوره های بنی اسرائیل یک فرشته را پیغمبر خدا یک فرشته را خداوند روان کرد تا که 3 طایفه آدم ها را سنجش کند. پیش یک آدمی کوری مادرزاد و کلی مادرزاد و پیسی مادرزاد آمد. اول به پیش آدمی میگه پیسی مادرزاد آمد، گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم که همین رنگ من دیگرگون شود، میخواهم همین جسم من دیگرگون شود تا که مردم از همین پیسی بدن من نفرت دارد، همراه من نمی نشیند. میگوید این فرشته دستش دوان بالای همین مرد. این پیغمبر خدا در حدیث متفق علیه است حکایت دارد برای صحابه هاش. دستش دوان میگوید در حال میگوید این بدن آدمی پیس صحت و سلامت شد. گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت یک اشتر میخواهم. میگوید فرشته دعا کردند، یک اشتری حامله داری را خداوند به این آدم پیس چکار کرد؟ نصیب کرد. آمد نزد آدم کوری مادرزاد، گفت تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم همین چشمهای من بینا شود. میگوید این فرشته چه دستاش یک دوان آدم نابینا هم بینا شد. گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت یک گاو میخواهم. میگوید یک گاو حامله دار دعا کرد، بر این آدم نابینا هم تسلیم کرد. آمد پیش آدم کل، گفت تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم همین بالای سرم یک موی خوب برآرد. میگوید فرشته بالای سر همون یک دستمال کرد، موی خوب از بالای سرش برآمد. از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت گوسفند میخواهم. میگوید یک گوسفند حامله داری را برای این آدم کلم چی داد؟ نصیب کرد و رفت. از بین چند وقت گذشت، آنچنان خداوند به این 3 طایفه میگه مال داد که حتی بیابانها نمی برد. یک زمان پس پروردگار همون فرشته را روان کرد که رو یک سنجش کن. آمد میگوید پیش آدمی همون پیس سفید پوست کسلی سفیدی، گفت ای برادر، گفت من مسافرم، در راه ماندم، میخوام از همین مالی اشتری که داری یکی اونها را برای من نصیب کن تا که من به خانه خود صحت و سلامت رسم. گفت برادر تو کسی هستی نیستی؟ من قرضدار هستم. گفت قرضدارم. گفت ترا اشتر دادن نمیتونم. این فرشته گفت تو همون آدمی که پیس بودی، همون آدمی که مال نداشتی، خداوند به تو شفا داد، مال داد، همون نیستی؟ گفت نه. گفت من اون نیستم. گفت
این مال از کجا پیدا شد؟ گفت این از همون پدرم از بزرگها ماندگی هست. گفت اگر دروغ گویی خداوند تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه از پیشش رفت، آمد به نزد آدم کل. وقتی از اونم پرسان کرد همین مسئله را، اونم گفت من قرضدار هستم و تو را گفت هیچ از مال دنیا داده نمیتانم. گفت تو همان نیستی که خداوند برای تو شفا داد، این مال داد؟ گفت نه. گفت من وای نیستم. گفت این مال مالی میراثی هست. گفت از مالی میراثی. گفت ما با این شرف و بزرگی رسیدیم. گفت اگر تو دروغ گویی، گفت خدا تو را به اصل اولت مبدل بگرداند. آمد نزد آدم نابینا. از نابینا هم این سوال کرد، لیکن آدم نابینا چی گفت؟ گفت در اصل من یک آدم نابینا بودم، خداوند به من شفا داد و این مال و ملکی که دارم همه از جانب الله هست. هر چی میگیری اختیار داری، هر چی میگذاری هم اختیار داری. این فرشته میگوید گفتن برای من مالی تو در کار نیست، مگر که ما را پروردگار برای سنجش روان کرد. اون دو رفیقی تو گفت از امتحان نگذشتند، لیکن خدا در ملک مالی تو گفت برکات دهد و برآمده رفت. اینا حدیث های صحیح هستند که پیغمبر خدا در این باب برای ما و شما گشتد میکند که شاید که اگر در خاندان یکی شما اگر این چنین آدم ها اگر حاضر شدند از شما چیزی که پرسان کردند چی قوت داری، با کدام چیزی که قوت داری برای آنها رد کنید، آنها را از خاندان با یک دل خرسند جواب گویید. ان شاء الله در نزد خداوند شما را ثواب نصیب می‌گرداند. جمعه اولی که ما شروع این موضوع کردیم، آیتی را از سوره بقره برای شما تلاوت کردم که وای دیگر به تحلیلش نرسیدیم که آیت این چنین بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع علیم. صدق الله العظیم. آن کسانی که پروردگار میگوید مال دارند، آن کسانی که دولت دارند، یعنی دولت داشتن، مال داشتن، این گناهکاری را نشان نمیدهد. ما دائم دعا میکنیم که خدای مهربان تمام این مردم تاجیکستان بای به دولت کند. دولت داشتن این گناه نیست، مال داشتن این گناه نیست، لیکن مال دولت پروردگار که داد باید که انسان به قدر این مال و ملک برسد. چگونه ای که حبیب خدا میگد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما ای انسان هایی که دسترس هستین، مال دارین، پول دارین، لباس هاتان را زیبا کنید، ماشین های سواری تان را خوشرو کنید، زیبا کنید، خانه های زیست و زندگی تان را زیبا کنید، خانه های زیست و زندگانی تان را زیبا کنید. زیرا حبیب خدا میگد بنو مدائنکم مشرفتن، شهرهاتان را با شکوه کنید، شهرهاتان را زیبا کنید. چگونه ای که امروز کلاب ما و شما در این یک زیبایی قرار دارد. الحمدلله هر جانبی که نگاه میکنیم بهترین عمارت ها الکی سر بلند کرده ایستاده. همه این اول آخر فضل الله است، لیکن دستگیری رئیس جمهور است. در حقی او باید ما و شما پیوسته دعا کنیم که امروز حدیث پیغمبر خدا را در شهر ما و شما زنده کرده ایستاده است. این شهر ما و شما را با شکوه دارد، آبادی ها دارند. یعنی انسان وقتی مالدار باشد بهترین لباس پوشد، پیغمبر میگوید، و بهترین خانه را داشته باشد، بهترین سواره را داشته باشد. برای چی؟ تا که وی شناسند که این بای است، این به دولت است، تا که محتاج ها پیش وی رفته مراجعت کنند، حاجت خودشان برآورند. چگونه در بعض مسئله ها میگوید آدم جاهل باید فش سلش از 4 لیگ زیاد نباشد، آدم طالب علم 1 وجب، آدم عالم تا میانش، مفتی باید وقتی نشست میگوید در زمین همون فش سلش رسد، تا که همونها را شناسند که اینها کدام طایفه مردم هستند.
آدمای بای هم باید امروز شناسن. افسوس که امروز بایهای ما یک لباسی میپوشن که کم بغل نمیپوشش، یک سواره در سوار میشود که پسترین آدم دارد. برای چی؟ تا که بایی مرا نفهمند، تا که ندانن که من بای هستم و یکی مدام مراجعت کنن و من 10 سوم و 20 سوم نیاوم این آدم فقیر و این بیچاره را دستگیری کنم. حالان که پیغمبر خدا میگه اذا اتاک الله مالا فلیور علیک فإن الله يحب ان يرى اثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس ولا التباؤس. خداوند وقتی به شما مال میدهد، پیغمبر خدا میگه دوست می‌دارد پروردگار که اثر مال چه در بندش بیند. دوست می‌دارد که همون مالی که خداوند به بنده داده است، همون بنده مال در راه خیر صرف کند، در راه آبادانی ها صرف کند. خوش به حال همون برادرایی که امروز مالشان در راه خدا صرف میکنند، در راه نیک صرف میکنند، در راههای صرف میکنند که از پشت اونها صدقه جاریه میگویند. گفتی حضرت سعدی که نمیرد آن کی ماند پس از وی بجای، پول و مسجد و خان و مهمان سرای. هیچ وقت نمیمیرد. گفت کدام انسان نمیمیرد؟ آن کسی که از پس او یک کوپروک آباد میشود، آن کسی که از پس او کوچه هاشان آباد میشود، از پس اونها یک مهمانخانه میشود، از پس اونها یک مسجد بنا میشود، از پس اونها یک آبیاری میشود، یک باغ از اونها باقی میماند. اینها نمیمیرند. گفت حضرت سعدی هر آن که نماند از پسش بجای. در دوام مصرع‌های شعری میگوید یعنی هر کسی که از این دنیا گذشت، یعنی هر کسی که از این دنیا گذشت لیکن از او چیز نشانه نماند، درختی وجودش نیاورد و بار، همچنان یک درختی بیمیوه هست. و اگر رفت آثار خیرش نماند، نشاید پس از وی الحمد خواند. اگر رفت از دنیا و هیچ آثار خیرش نمیماند، از پس او حتی الحمد میگد خواندن جایز نمی شود. این مال داشتن این گناهگاری نیست. هر کسی مال دارد خوش به حال شد، لیکن مال باید که ما و شما امروز ساعتی آمده است که همسایه ما را دستگیری کنیم، امروز ساعتی آمده است که یتیمخانه ها را دستگیر کنیم، امروز ساعتی آمده است همون بیوزن هایی که بی پرستار هستند اونها را دستگیر کنیم، دستگیری کنیم. امروز شرایطی آمده است که ما و شما میگیم دخترهای تاجیک امروز تن فروشی دارند، در ملت های بیگانه تنشان میفروشند. برای اونها را پیشگیری کردن ما باید کمک کنیم. اونها را از این راهی بد باید که ما و شما باز داریم. به سبب چی؟ به سبب که ما و شما اونها را یگون حق آرده از خواه روغن است در خاندانشان تأمین کنیم. افسوس که امروز همون مهر و محبت حتی در بین برادر به برادر نمانده است. کجا حالی من در حق همسایگی گپ زنم که حبیب خدا حضرت ابیذر غفاری را فریاد زدند، گفتن اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ای ابوذر، وقتی در خانت خوراک بپزی همون آب خوراک زیادتر کن، آب شوربا را زیادتر کن و از حال همسایه ها خبرگیری کن. این از تعلیم پیغمبر خدا برای ما و شما. امروز ما و شما تمام در همون تریت گاوها میریزیم، در جویبار میریزیم، لیکن همسایه را نمیتیم. خداوند میگه مثال آن کسانی که نفقه میکنند، یعنی مال خودشان در راهی درست صرف میکنند، مثال یک دانه هست که مثل حبه انبتت 7 سنابل، یک دانه که از زمین میزند بیرون میبراید 7 خوشه دارد، فی کل سنبلة 100 حبه، در هر یک خوشه او 100 دانه هست. والله یضاعف لمن یشاء. این مثل پروردگار چی است؟ این تشبیهی که در آیت آمده است به چی مقصد آمده است؟ یعنی انسان وقتی که اگر یک سامانی در راه الله خیر میکند، پروردگار میگوید 700 سامانی ما بهر او نصیب میگردانیم. یعنی خوش به حال همون برادرهایی که امروز دستی با خیر دارند، خوش به حال همون برادرانی که امروز خیر احسان دانند. بسیاری بسیار انشاءالله چی در دنیا و چی در آخرت اونها سربلند هستند. در اینجا کار در آنجا نخل بردار، شوی تا سرفراز از فضل غفار، که این رنج تو آخر گنج دارد
به یک احسان عطا 25 دارد، به یک قول به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. چرا با حق نبستی قرض احسان، ببینی تا به فردا جودی سبحان. تو میمیری و احسانت نمیرد، و تنگی های محشر دست گیرد. تو میمیری، تو روز از روزهای دنیا را ترک میکنی، لیکن این عملهای خیر تو نمیمیرند. اینا برای روز قبر تو، برای روز قیامت تو بی نهایت برای تو مفیدند، برای تو در کار هستند. در دیگر آیت پروردگار لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما وقتی خیر احسان بکنید، گفت پروردگار، مال دوستارتان خیر احسان کنید. یعنی آن چیزی که دوست داشته ترین به سوی شما هست، انا همون مال در راه الله خیر کنید. آن مالی که از دل بیرون باشد، آن مالی که وجود تو را در لرزه ندارد، این گونه مال گفت پروردگار خیر احسان کنید. وقتی این آیت نازل شد، یکی از صحابه ها به نام ابو دحداحه بود، یک باغی داشت که به نام بیروحا بود، که میگوید در داخلش 600 تنه خرما داشت. ابو دحداحه در داخل همین باغ خانه زیستش بود، خانه زندگانیش بود. وقتی این آیت آمد که پروردگار از شما قبول نمیگرداند مگر آن خیری را که، آن صدقه را که به سوی شما محبوب است، به سوی شما دوست داشته تر است، حضرت میگوید نزد حبیبی خدا آمدن، گفتن دستان در دست من بگذار. میگوید پیغمبر خدا دستش در دست این صحابه گذاشت، گفت خداوند میگوید من قبول نمیگردانم مال را که اگر به سوی شما محبوب نباشد. گفت بله. گفت پروردگار این آیت فرستاد، گفت ای حبیبی خدا، من عهد کردم و پیمان دارم همین باغی که 600 تنه دارد و حیات زندگی من از حساب همون است، من وی را در راه الله بخشیدم. پیغمبر خدا میگوید وقتی این باغ ابو دحداحه که به پیغمبر خدا بخشید، پیغمبر چی گفتند؟ به به. یعنی وقتی ما و شما یک سخن عجیب میشنیم که په میگوییم، حبیب خدا گفتم به به، یعنی چی تو خیری بزرگی را بجا آوردی. و این باغ میگوید حضرت در بین یتیم ها چیکار کردن؟ تقسیم کردن. یعنی این گونه جوانمردی ها، این گونه سخی های در دوره های پیغمبر خدا وجود داشت. یا حضرت ابو طلحه را روایت میکند، ابو دحداحه را میگد وقتی آمد برای باغ تسلیم کردن، زنش با همراهی فرزنداش میگه در داخل باغ بود، گو از باغ بیرون شوید که این باغ من در راه الله تسلیم کردم. حضرت ابو طلحه هم وقتی که از این آیت درکدار شدن، اون حضرت میگوید در داخل باغش چنان یک چشمه داشت که بی نهایت آب شیرین داشت. پیغمبر خدا هر وقت از مسجد بیرون میشد همون باغ میرفت. حضرت ابو طلحه هم همون باغ در راه الله بخشیدن. زمانی که این آیت نازل شد که خیر شما قبول نمی شود تا زمانی که اگر شما بهترین مالتانه در راه الله خیر نمی کنید. این تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. این آیت ها از بزرگی خیر احسان خبر می دهد. کیست پروردگار میگوید که در راه من قرض دهد؟ کی هست که پروردگارش قرض دهد؟ این تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم. خدا میگوید یعنی صدقات به لفظ قرض آورد که در راه الله خیر احسان میکند تا که مال او را ما مضاعفی در مضاعف کنیم، دو چندی در دو چند کنیم. یغفر لکم، باز چیکار کنیم؟ باز بازم این گناه های اون بنده را ما مغفرت کنیم. این است فضیلتی که از این آیات های کریمه برای ما و شما آمده میرسد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خداوند در دیگر باز آیت قرآن
کیست آن کسی که پروردگارش قرض میدهد؟ کیست آن کسی که مال خودش در راه الله خیر احسان میکند؟ فیضاعفه له، تا که ما مال او را دوچند کنیم، مال او را زیاد کنیم، دولت او را بیگران کنیم. و یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خدا چی میگوید؟ میگوید ای بندگان من، شما یقین دانید که آن مالی که در دست دارین یا آن مالی که از دست شما دور می رود، همه اون در ید قدرت ماست. یعنی مقصد از این آیت والله یقبض و یبسط، معنا مفسرها این میگن که رزق از نزد پروردگار است. یعنی آن مالی که شما در دست دارین از هیچ کس نبینید، از تجارت تان هم نبینید. تجارت این سبب می شود، لیکن اساس رزق رسان پروردگار است. در سوره زاریات خداوند میگوید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پروردگار میگوید من رزاق هستم، من رزق رسان شما هستم. این رزق شما از جانب هیچ کس نبینید. آن چیزی که در دست شما می آید همش از جانب من است. امروز هست بعضی بندگانی که بیچاره همون رزقی که در دست دارند یا مالی که در دست دارند همون یا که از یگان حکومت میبینن، یا که همون از یک نفر میبینن، یا همون از حساب تجارت چار میبینن. حالا که پروردگار اعلان دارد که رازق ما هستیم، رزق در دست ماست. ما وقتی فرض عین میخواندیم که یک کتاب پسترین گویم حساب میرود، در همونجا میخواندیم در طعام خوردن 4 فرض است. یکم حلال خوردن، زیرا که پاکی حلق از اعظم فرایض است. دوم رزق را از واجب تعالی دانستن. سوم به قسمت الله تعالی راضی بودن. چهارم معصیت نکند که مادامی که قوت طعام در وی است. بین این عباره ها را ما و شما در فرض عین در 4 چیزی که در طعام خوردن فرض است میخوانیم. یعنی دوم این که رزق از الله تعالی دانستن. آن چیزی که در خاندان شما هست، آن چیزی که در دسترخوان شما هست، همه او را برادرای عزیز شما از جانب پروردگار بینید. گفتی حضرت حافظ گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن بغیر که اینها خدا کنه. هر چیزی که به سر شما می آید، هر تنگ دستی و دستکشادی که به سر شما می آید، همه اینا گفت شما از جانب پروردگار ببینید. اینا نه از یک شخصیت ببینید، نه از یگان طرف دیگر شما ببینید. فلینظر الانسان الى طعامی ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا. اینم دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکند که پروردگار میگوید فلینظر الانسان، ای انسان، ما و شما در خطاب است. فلینظر الانسان الى طعامی، همون طعامی که خورده ایستاده ای به همون نظر کن. همون از کجا آمد؟ فلینظر الانسان الى طعامی انا صببنا الماء صبا. ما آب ریزاندیم از آسمان، ما باران از آسمان عطا کردیم. و فی سماء رزقکم و ما توعدون. خدا میگوید رزق شما در آسمان است. یعنی مقصد باران است، آفتاب است، ماهتاب است. اونا حرکت میکنن و امروز شما صاحبی همون یک تیکنان میشوید. یعنی همون طعامی که در پیش شما هست، اونا هم از برکات بارانی که از آسمان خداوند میریزاند و اون در دست ما و شما آمده میرسد. مولوی رومی خدا رحمت و مغفرت کنه در همین باب یک قصه دارد، بسیار قصه عبرتی هست برای کسانی که اگر رزق از غیر الله ببینند. چگونه که بعضی از برادران ما و شما میگویند که یک شرایطی بود که همین دسترخوان هامون همه پر بود، لیکن به یاد نمیارن که هر شرایطی که نباشد، ما به هیچ شرایط کاری نداریم. هر شرایطی که نباشد رزق رسان پروردگار است. شما رزق از الله ببینید. فقط میگوید یک مرد یک تیفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. حضرت رومی میگوید یک مرد میگوید نزد گهواره فرزندش آمد، نگاه کرد که بچهش دندانهاش برآمده است. پدر سر به فکرت فرو برده بود، کینان آب از کجا آرممش، مروت نباشد که بگذارمش. دندانهای بچه شکیدید، خیلی غمگین شید. گفت تا دیروز این شیری مادر میخورد،
امروز دندان برآورده است، این اکنون نان میگوید این نانی را از کجا پیدا میکرده باشم. خیلی غمگین شد. کدام مردی بگیم نامردی بوده است، یک مردی که عقیده نداشته است، اسلام کامل نداشته است. چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. حضرت جلال الدین رومی میگوید این مردی بی غیرت وقتی این اندیشه خودش را، این فکر خودش را وقتی پیش زنش برد و به زنش این معلومات داد که بچه من دنداندار شده است، فردا نان میگوید، من نان او را از کجا میارم؟ نگر زن او را چو مردانه گفت. نگاه که میگوید او را زن چگونه یک سخن مردانه گفت. چی گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. ای مرده گفت ای بی غیرت، این وسواس شیطان گفت که در وجود تو خدا جاش کرده است. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همان ذاتی که ایره دندان داده است او خودش رزقی را میرساند. اگر شبان روزن تو کار کنی، تو رزق از الله نببینی، فرزند تو هیچ وقت صاحب نان نمی شود. یعنی به همون ذات تکیه کن، در راه خداوند کار کن، در همون شهری که زندگی میکنی کار کردن بگیر، از پروردگار زاره و تولا که انشاءالله پروردگار رزق را میرساند. یعنی رزق در دست تو نیست. لیکن یک نکته خیلی مهم من برای شما میرسانم. ما درباره فضیلت خیر احسان 3 جمعه شد، شما الکی درک کردید، فهمیدید که اگر خیر احسان کنید انشاءالله برای شما در دنیا هم عزت است، در آخرت هم عزت است. لیکن خیر احسان کیها کنند؟ خیر احسان برای کیها هست؟ حبیب خدا در حدیث می فرماید علی کل مسلم صدقتون، هر یک مسلمان باید صدقه کند. هر یک مسلمان باید صدقه کند. قال این لم یجید، پرسیدند ای پیغمبر خدا شما گفتید هر یک آدم باید صدقه کند؟ گفتم بله، هر یک انسان باید صدقه کند. صحابه گفتند این لم یجید، ای حبیب خدا اگر مادامی که ما بار نداشته باشیم، اگر ما شرایط نداشته باشیم، اگر ما نان یافته توانیم که فقط همون شکم خودمان و شکم فرزندهامان را سیر کنیم، ما چی کار کنیم؟ حبیب خدا چی دستور دادن؟ آیا دستور دادن که رفته قرض کنید و آمده خیر احسان کنید؟ آیا برای شما پیغمبر خدا فتوا داد که رفته قرض با پراتین گیرید و مردم خیر احسان کنید، مردم نان دهید؟ یا مثل بعضی از پدر و مادرای بیرحم فرزندها را به روسیه روان میکنن و بیا تا که شکم مردم از نان سیر که همچنان توصیه دادن. گوش بکنید پیغمبر خدا چی گفتن؟ وقتی سوالش دادن ای حبیب خدا مادامی نداریم چیکار کنیم؟ مثل که امروز نداریم، بعضی ما و شما نداریم، بعضی پیشواهای ما و شما مجبور میکنن که داری نداری خیر کن. یک معلم بیچاره، معلم چی دارد؟ معلم از کجا راهی فایده دارد؟ از طرف مومن آباد برای ما و شما آمد، برای من پیش من گفت، گریه میکند معلم، میگوید بچم خردسال بود، قریب 3 ساله 4 ساله بود، وقتی از دنیا گذشت فرداش پیشوامان آمد، نمیدانم کی باشد دیگر نامی و شرط نیست، گفت برای کودک مردن گفت خیلی 3 بیگه و 7 و 40 دیگر نکن، لیکن یک گوسپند حتمی خون کردن در کار. این خیلی پیشوای خونخور بسیار داره، باید خون کردن در کار، لیکن از همین مالی که خون میکنی نخور که باز مرگ در فرزند دیگرت میچسبد. یعنی همین مرگ از خانه تو کنده نمیشود اگر همین گوسپندی که در خانه میکشی. باور که این خیلی گمراه ها ما پیشواها داریم. چیکار کنم؟ من گفتم خوب میشود من اصلا وقت ندارم با همراهی تو روم، و الا اگر جوان مرد باشی، اگر از من توصیه گیر باشی، باور کن نان اگر داری شرایط بکن، همون ملا را فیراد نکن.
لیکن نداشته باشی، اصلا برادر عزیز نکن که در نزد خدا تو گناهکار میشوی، تو هیچ ثوابی نمیگیری. زیرا این آب چشمت را ببین، و صدقه از روی یک داشتن میشید، از حساب پوری میشید، از حسابی که انسان خیر احسان میکرد وقتش خوش میشید، چشمان پری آب، بعد مردم نان دادن میگیرم. این چی معنی دارد؟ حبیب خدا چی جواب گفتند وقتی سوالش کردند؟ گفتند یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق. ندارین، گفت شرایط ندارین. مثل امروز پیشوای ما و شما واری مردم امر نمی کردند داری نداری بکن. برای همه ما و شما انامین سخنی که الحال پیغمبر خدا میگوید درس است. امروز من با باوری کامل میگویم که همین خیر احسان ما و شما یکی برای ریا هست، یکی از روی بی‌شرایطی هست. خیرهایی که میکنیم یکی از روی ناداری کردیم، دومش اگر داشته باشیم هم از روی ریا کردیم. الان که حبیب خدا میگوید من صلی یرائی فقط اشرکه و من صام یرائی فقط اشرکه و من تصدق یرائی فقط اشرکه. کسی نماز میخواند برای مردم داناندن به تحقیق شرکی در الله آورده است. کسی که اگر روزه میگیرد برای مردم داناندن شرکی در الله آورده است. کسی صدقه میکند برای مردم داناندن، مردم بفهماند که من سخی هستم، یا که مردم گویند که وای بسیار جوان مرد است، یا فلان فلان گفته مرا تعریف کنند. پیغمبر خدا گفت وای شرکی در الله آورده است. روز قیامت انا همین عملهای ریا، همین عملهای خودسنایی و خودستایی، همین عملهایی که ما و شما نداریم و میکنیم، روز قیامت اول و آخر ما و شما را پروردگار جمع میکند. من متنش نمیخوانم. بعدا پروردگار چی میگوید؟ کسی که در دنیا برای کسی که عمل کرده باشد نزد وی رود و پاداش از وی گیرد. اگر کسی صدقه کرد برای مردم داناندن، رو میگد از مردم پاداش بگیر، از مردم ثواب بگیر. کسی که نداشت بیچاره و کرد، اون در نزد پروردگار گناهکار نویسانده می شود، زیرا ندارد شرایط، باز از بالای این میکند. حبیب خدا گفتند مادام نداشته باشین فرزندان من، یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدق. با دستهات کار کن. گفت با دستهات کار کن. آن چیزی که از حساب کارت میابی در نفس خودت، در نفس فرزندات صرف کن. بین مادام نداری، گفت هیچ وقت خیر نکن. لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه. مادامی که نداری، حبیب خدا میگه لا اشتری شیئا، نمیخرم از بازار چیزی زمانی که اگر نداشته باشم. امروز آدمای نادار ما و شما بسیارند، آدمای بی شرایط ما و شما بسیارند. این سخنهای من برای شما سخت نرسد. آن چیزی که من میگم همش آیت قرآن است. آن چیزی که من برای شما میگم همش احادیث های پیغمبر خدا. خداوند در قرآن میگوید یسألونک ماذا ينفقون قول العوف. ای محمد صلی الله علیه و سلم، از تو میپرسند چی مقدار خیر احسان کنیم، از تو میپرسند چگونه خیر احسان کنیم. حضرت ابن عباس ابو امامه در تفسیر این چی گفتند؟ گفتند به مردم توصیه ده ای محمد که آن چیزی که از خانهش زیادی هست همون را خیر احسان کنند. مازاده بر عیالت خیر احسان کن. امروز فرزند ما و شما در بدر، امروز ما خودمان گرسنه، امروز فرزندای ما و شما گرسنه، لیکن ما و شما با چیکار میکنیم؟ با شکم مردم سیر میکنیم. من این سخن به امید آن گفتم یا به مقصد آن گفتم که شما فهمین که اسلام بالای شما هیچ وقت این خیر احسانهای وزنین بار کردگی نیست، مگر این بعض صدقه‌ای هستند که ما در گردن ما خود ما بار کردیم. اگر شما قدرت داشته باشین و نکردینم، شما را کسی ملامت کند، ملامت کردن گیرد، لیکن شما در نزد پروردگارتان گناهکار نمیشوید.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک چند سوال‌های هست، من اینا را در حال بهر شما جواب گویم. ان شاء الله این موضوع بسیار یک موضوع دامنه‌دار کلان است، لیکن هر کسی که داشته باشد امروز آباد کند. علاوه خصوص الان امروز مردم کولاب که در پیش جشن داریم، همه میدونیم بسیار جشن مهم است. شما این را بسیار خوب درک کنید. تمام مهمان ها از تمام دولت خارج می آیند، علاوه خصوص الان داخل شهر. کدامت اگر دولت داری، کدام شرایط داری، در اما همسایه‌داریات آهک بخر، سمنت بخر، بگذار همون دیوالهای کوچه هاتون سفید کنند، بگذار راههای کوچه هاتون آباد کنند، بگذار همون وادپروات هایی که داریم ندارند محکم کنه که مثال اسراف شده رفتهستن، همونها را تامین کنید. انشاءالله در اینا شما ثواب میگیرید. همین از راه های خیر. لیکن کسی نداشته باشد، ما و شما مجبورش نسازیم. السلام علیکم فرزند عزیز داملا میرزا. من مادر 85 ساله با کم مبلغ میخواهم به مسجد شما سهم گذارم، یعنی 20 سامانی. اگرچه فرزندان من و نبیره های هم سهم گذاشتند، لیکن این از نفقه خودم. دعا کنید خدا به من قیامت آباد نصیب سازد و من دعاگوی شما هستم. خدا نگه دارد. مادر 85 ساله در فکر مسجد است، در فکر آبادی مسجد است، در فکر آبادی مسجد است. خوش به حالشان این گونه مادرهایی که البته این گونه نیت‌های نیک دارند برای آبادی، برای چه آبادی شهر چه آبادی مسجد، اینقدر سهم و کوشش میکنند. السلام علیکم اکای داملا حاجی. اینجا چند سوال دادن، با همین انشاءالله ممکن جمعمان انجام دهیم. BBC شنبه مشکل کشا در کلاب پیدا شده است، باور کنیم یا نکنیم. شما اگر روز 22 برنامه را تماشا کردین، برنامه مروت بود، تماشا کردین؟ BBC شنبه را فهمیدین کی بود است؟ BBC چهارشنبه هم فهمیدین، مشکل کشا هم فهمیدین که افسانه های حضرت آدم گفته برای مردم میخوانند در پیشان چای و دیگر. با یک فالبین دیگر هم در همو جا بود، گفت به طرف طبیب گشته گفت خیلی شما 5 سامان میگیریم و 50 درهم میگیریم. یعنی مقصد هر کسی که میتواند مردم فریب دادن گیرد، همون مردمی که اعتقاد دارد و باوری دارد. نه BBC شنبه هست، نه BBC چهارشنبه هست، اینا همه دروغ هستند. شما هیچگاه در اینها باور نکنید، نه در فالبین ها باور کنید. من برای شما حدیث های خواندم که حتی که پیغمبر خدا گفت کسی که در اینها باور میکند وای فقط کفر بما انزل علی محمد، وای کافر است در آن کتابی که بر محمد نازل شده است. شما هیچ وقت در اینها باور نکنید، پیش اینها نروید. از اینها چه حاجت طلب میکنید؟ شما از پروردگارتان حاجت طلب کنید، از خداوندتان حاجت طلب کنید، انشاءالله همه مشکلاتتان برآورده می شود. اینا همه دروغ هستند. بسیار نیک شد که همون برنامه را در تلویزیون تمام جمهوری تماشا کرد. ولی انشاءالله بسیار برنامه ها می شود. این خیلی برنامه هایی که الحال مردم مجبور کرده ایستادن، اینا را همش در تلویزیون نشان می دهند. اسلام حقانی انشاءالله بعد خودش روی می زند. دوم ارواحک چی خیلی است؟ ارواحکی که در خانه ما و شما پیدا می شود و بعدا می گوید که یعنی همون خانه به خیر خدایی ماند، ارواحک می آید. اگرچه اصل ندارد، اگرچه این اصل ندارد، یعنی ارواحک هم خودش یک مخلوق خداست، هر خانه در رفته می نشیند. لیکن همون شاید که زمانی بود که البته مردم به خیر خدایی بود، همون پیشینی ها همین مسئله ها را پیدا کردن تا که مردم ای خدا نترسه، همین ارواحک بترسه و خیر احسان کنه. شاید همین را بیچاره مطرح کردن. مثل که شب قدر میگن اگر تا روز بیستی هر چیز را که بقپی طلا می شود. همون را پیشوا برای چی کردن؟ تا که همین آدم ها شب زنده داری کنن، تا که خواب نکنن، به خاطر هم طلا هم که باشد تا روز ایستن انشاءالله ثواب میگیرن. این ارواحک هم مثل همون است. در زندان جمعه خواندن چخیل است؟ امروز در ترمه ها جمعه خواندن واجب است. در هر ترمه ای که اگر مسجد ها امروز می آیند، هم بچه‌هایی که از زندان آمده و امروز
مثال ماها قطیشان صحبتی میشیم، همش میگن که وقتی نماز ما نمازهامون میخوانیم. برای همین در زندان ها امروز جمعه واجب هست. اگر شرایطش باشد، فراهم باشد، باید که خوانند. اگر نخوانند گناهکار میشوند. لیکن اگر شرایط نباشد برای اینها واجب نیست جمعه، مگر همون پیشینشان جماعت میخوانند. فراهم باشد باید که خوانند، اگر نخوانند گناهکار میشوند. لیکن اگر شرایط نباشد برای اینها واجب نیست جمعه، مگر همون پیشینشان جماعت میخوانند. زنی که مرد را در جایگاه خوابش راضی نمیکند بلکه باز شرط ها میماند، آیا او را در این حالت زدن، دشنام دادن جایز است یا نه؟ اصلا پیغمبر خدا میگه این من حق زوج علی زوجتی اذا ارادها علی نفسها و هی علی ظهر بعیر ان لا تمنعه. یک حقی مرد بالای زن چی هست؟ پیغمبر گفتن اگر زنی که بالای اشتر سوار باشد، ممکن بالای اشتر در سوار است، خانه پدرش رکی است یا خانه مادرش رکی است، همین حالت در میگه که مرد اشتهاش آمد. حبیب خدا چی گفتن؟ اگر گفتن اشارش کنه که نزد من بیا، باید از اشتر فرامده مرد راضی کنه. در همون حالت یعنی از اشتر برای چی میگوید؟ محدثا میگن برای چی اینجا اشتر را ذکر کرد؟ زیرا میگد از اشتر فرامدن بسیار کاری مشکل است. از این خاطر همین مشکل هم که باشد گفتن باید که شوهرش راضی کنه. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلم تأتیه فبات غضبان علی لعنتها الملائکه حتی تصبح. این هم حدیث متفق علیه است. هر وقتایی که مرد اگر زن خودش اشاره کند که ما از یک فایده گیریم، ما از یک بهره گیریم، فلم تأتیه، بعد زن رد کند گوید نه مثال تا اگر خانه پدرم نبری، مثل این جوانی که سوال کرد که شرط ها میماند، یا گوید تا بازارم نمیبری، یا تا چلم نمیخری، یا تا فلان نمیکنی. گفته اگر شرط ها ماند و نآمد، حبیب خدا گفت که تا روز گفت این زن در لعنت ملائکه ها قرار دارد که تو این شوهر تا چیکار نکردی، راضی نکردی. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلتأتیه و ان كانت علی التنور هم آمده است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که اگر وقتی که مرد یعنی از زنش خواهد که استفاده برد، اگر زن در حالت نانپزی هم که باشد اشارش کند، میگد همون چکدانه به همون نان گذارد و پیش شوهرش بیاید. یعنی تا این اندازه حق شوهر بلنده است. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و تا جمعه دیگر خداوند همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد و جمیع مهمان هایی که در این مسجد ما و شما حضور دارند خداوند